حاجی داشتم با یکی صحبت میکردم، برگشت گفت که حاجی اسفند دود کن چش نخوری، چشم حسود کور بشه، نمیدونم کس ننش نمیدونم فلان بشه. بهش گفتم فلانی؟ گفت چیه؟ گفتم یه چیزی به ذهنم همین الان زد. گفت چی؟ گفتم حالا به جای اینکه بگم کور بشه و ننش گایدشه، چرا بهش نگم خدایا، من که دارم به خدا میگم خلاصه، که به جای اینکه بگم خدا بزن نه خواهر مادر طرف بگا، بهش بگم نه خدا انقدر بهش بده سیر بشه که دیگه اصلا من تخمش نباشم. فهمیدی چی شد؟ برای چی نفرین ناله بکنم؟ من این همه دارم میگم آجی خدا بچه‌شین، مردم شما بچه‌شین، نباید بچه کسی رو نفرین کرد. کدوم پدری از نفرین کسی، کدوم پدری خوشش میاد میگه چش بچه‌ت کور بشه؟ هیچکی. بگو انقدر سیر بشه در کون من بکشی بیرون، این قشنگتره. حرفا کدومه برادر؟